درود. در این جلسه که جلسه 4مون از دوره انگلیسی از بیخ هست میخواییم در مورد خانواده صحبت بکنیم. اسامی اعضای خانواده رو به انگلیسی یاد میگیریم و یک جمله خیلی ساده و کاربردی برای اینکه اعضای خانوادهمون رو به انگلیسی معرفی بکنیم. حتی اگر بر این موضوع اشراف داری و این قضیه رو بلدی و این مبحث رو از قبل میدونی، باز هم بهت پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو تا آخر ببین، چون اولا تایمش خیلی کوتاهه و دوما اینکه قطعا یه چیز جدیدی پیدا میشه که ازش یاد بگیری، حالا نکته تلفظی یا چیزی هر چیز دیگری. خب بدون فوت وقت بریم سراغ اصل مطلبمون. اول از همه من بهتون اعضای خانواده رو معرفی میکنم. Father میشه پدر. Repeat after me. بعد من تکرار کن. Repeat after me یعنی بعد من تکرار کن. Repeat after me. Father. Mother. مادر. Sister. Repeat after me. Sister. خواهر. Brother. Repeat after me. Brother. برادر. خب اینا بودن اعضای اصلی خانواده. الان میخوام پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه و عمو و دایی و خاله و اینا رو هم بهتون یاد بدم. Grandmother میشه مادر بزرگ. Mother میشه مادر، یه grand میاریم قبلش میشه grandmother. Repeat after me. Grandmother میشه مادر بزرگ. جفتش چه از سمت پدری چه از سمت مادری هیچ فرقی بینشون نیست. Grandfather. Repeat after me. Grandfather. پدر بزرگ. Uncle. ببینید این uncle نیست. خب این نونش خونده نمیشه. یه تو دماغیه. Uncle. Repeat after me. Uncle. هم میشه عمو و هم میشه دایی. جفتش هم اون طرفی هم این طرفی فرق نمیکنه، برای جفتش uncle. اینو استفاده میکنیم. aunt. ببینید این aunt نیست. خب aunt یعنی مورچه. aunt معنیش چی میشه؟ هم خاله است و هم عمه. جفتش aunt. یه aunt. Repeat after me. ایول. aunt عمه و خاله. خب الان من میخوام بهتون یک ساختار یاد بدم که چجوری اینا رو معرفی بکنید. مثلا بگید که این مادر بزرگ منه، این پدر منه، این مادر منه، این خواهر منه، این برادر منه و الی آخر. خب ساختاری که برای این منظور هستش اینه. This is my. اینو میگید و در ادامهش اسم اون عضو از خانواده رو میگید. مثلا This is my father یعنی این پدر منه. خب This is my father. Repeat after me. This is my father. این پدر منه. This is my mother. این مادر منه. Repeat. This is my mother. هر چقدر بیشتر تکرار بکنی به نفع خودته. This is my brother. این برادر منه. This is my sister. این خواهر منه. الان من نشون نمیدم اولش، شما بگید. اگه بخواید بگید که این پدر بزرگ منه چی میگید؟ Well done. ایول، آفرین. This is my grandfather. الان اینجا نوشته که this is my grandmother. این معنیش اینه که این مادر بزرگ منه. This is my grandfather. این پدر بزرگ منه. خب This is my aunt. این عمه منه یا این خاله منه. الان اونو من نیاوردم، شما خودتون بگید. اگه بخواید بگید که این عموی منه یا این دایی منه چی میگید؟ خب دارم میشنوم؟ ایول. This is my uncle. این عموی منه یا این دایی منه، فرق نمیکنه. الان من میخوام ازتون یه تست بگیرم. من یه تصویر میارم نشونتون میدم و ازتون میپرسم که این کیه. شما در جواب میتونید از این جملات استفاده بکنید. مثلا اگه پدره میگید که this is my father. اگر مادر بزرگه میگید this is my grandmother. اگر مثلا خواهره میگید this is my sister. خب بزن بریم. Who is this? این کیه؟ معنی این جمله همینه. Who is this? این کیه؟ Who is this?
این کیه؟ آفرین. This is my mother. خب این پیشبند آشپزی رو پوشیده دیگه. این یحتمل مادر دیگه. This is my mother. این مادر منه. Who is this? This is my mother. من میپرسم Who is this? آفرین. This is my mother. این مادر منه. خب بعدی Who is this? Who is this? یه آقای موهاش سفیده، عینک داره، سیبیل هم داره و لباس پدر بزرگی پوشیده دیگه. پس کیه؟ آفرین. Who is this? This is my grandfather. این پدر بزرگ منه. Who is this? This is my grandfather. بعدی Who is this? Who is this? یه دختریه کم سن و ساله، یه عروسک هم دیگه بغلشه دیگه. این مادر نمیتونه باشه طبیعتاً. پس کیه؟ Who is this? This is my sister. This is my sister. این خواهر منه. Who is this? This is my sister. ایول همین بود. امیدوارم که تکرار کرده باشید. برای تمرین ازتون میخوام که اون مثلا همه اون جملاتی که براتون نوشته بودم این صفحه اینا بودن. خب اینا رو همه رو توی کامنت بگید. مثلا در مورد حالا خانواده خودتون This is my father, this is my mother, this is my brother. چرا اینا رو میخوام بنویسید؟ چرا میخوام بنویسید؟ خیلی ساده است که دلیلش اینه که بچه‌ها هر چقدر شما بیشتر بنویسید، هر چقدر شما بیشتر تکرار بکنید، زبونتون عادت میکنه، نوشتنتون بهتر میشه و کلا مسلط‌تر میشید روی اون قضیه دیگه. این یک چیز پر واضح و روشنیه. یک بار دیگه ویدیو رو ببینید. اگر نمیبینید ازتون خواهش میکنم همه چیزایی که بهتون گفتم رو یادداشت بکنید روی کاغذ و با صدای بلند تکرار بکنید. این درس ها هدف داره. من هدف پشتش دارم برای ساختن این دوره که اونایی که صفر مطلق هستن، یعنی هیچی نمیدونن. همونطور که میدونید ما این دوره رو از مثلا نامبر شروع کردیم، معرفی الفبا، اعداد رو گفتیم اصلا و الفبا رو الان کجا میگن، الفبا رو گفتیم، اعداد رو گفتیم. الان هم یه چیز خیلی ساده و پیش و پا افتادی رو دارم آموزش میدیم. برای کی؟ برای سطح مطلقاً صفر. انگلیسی از بیخ اسمش روشه، یعنی از بیخ، از اون بن، از اون کف داریم شروع میکنیم میریم بالا. 10-12 جلسه‌ای جمعش میکنیم و اگه شما کل ویدیو رو ببینید، تمرین بکنید، قطعاً یاد میگیرید، قطعاً پیشرفت میکنید. و خب تمرین نیازه، انرژی نیازه، وقت نیازه. زبان آمپول نیست که تزریق بشه، زبان قرص نیست که خورده بشه. زبان یه مهارت، یه دانشه که با خوندن و تکرار کردن و تمرین کردن میشه بهش مسلط شد. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور بود کانال رو سابسکرایب بکن تا درس‌های بعدی رو از دست ندی و این ویدیو رو لایک بکن، برای دوستاتم بفرستش. خیلی ممنونم. تا جلسه بعدی خوب تمرین کن.